فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. آقا امیر از ایران سوال کردن که تلویزیون عربستان به صورت زنده نماز پخش میکنه، آیا میشه نماز سنت را اقتدا کرد؟ نه، در این صورت هیچ جوازی نداره. نه اینکه در ایران بخواند که به تلویزیون عربستان یا هر جای دیگر اقتدا بکنن، حتی در خود مکه با اقتدا بر پشت سر گیرنده و تلویزیونی که از خود مکه پخش میشه باز هم جایز نیست. نه در مکه جایز هست و نه در غیر مسجد، نه در غیر مکه. اقتدا فقط در صورتی جایز هست به یک امامی که شما امام رو دارید میبینید و پشت سر اون امام اقتدا کردید. اگر دور باشه، خارج از مسجد باشه، به شرطی که صفها چسبیده باشه اقتدا درسته. اما اگر صفها از هم دیگر فاصله داشته باشه و جای خالی باشه و یک جای دوری باشه با فاصله، باز هم اقتدا با امام درست نیست. این هم اتصال مکانی شرطه و هم اتصال زمان.